امروز تصمیم گرفتم بیام و برم یه جایی، هر جا، هر مکانی، هر ساختمونی که به چشم خیلی قشنگ اومد برم اونجا بشینم یه گوشه‌شو نقاشی کنم، اسکچ بزنم. این چند روز خیلی دارم بالا پایین میشم. الان تنها چیزی که حالمو خوب میکنه اینه که برم یه جا بشینم و دفترم کنارم باشه، ایرپادم کنارم باشه، بخوام موزیک گوش بدم و یه ذره ذهنم چقدر اینجا خوشگله. ببین خیلی خوشگل نیست؟ It is not our abilities that show what we truly are. It is our choices. یه وقتایی به خودم میام میبینم این دختر همون دختر بچه‌ای که حالش خوب بود، دختر بچه 5-6 ساله که همیشه تنهاییشو با خودش پر میکرد، در حال حاضر اون دختر بچه رو فراموش کردم. همین الان یه چیزی به ذهنم رسید، میخوام برم اون بالا، اون ته اونجا بشینم نقاشی کنم، ولی نمیدونم ساختمونی میتونم پیدا کنم برای نقاشی کردن یا نه. اصلا نمیدونم برم یا نرم. اگه پله برقیش کار بکنه میرم، اگه کار نکنه نمیرم. پله برقیش کار میکنه، میرم تا بالا ببینم چه خبره. و همه اینا باید عادی باشه و یا تاثیر بزرگسالیه یا اینا کلا غیر عادی یا اصلا کسی تو اون دنیا به کودک درونش فکر نمیکنه. الان داره 22 سالش میشه. میگن ببین آدمای دورت چه فکری راجبت میکنن. آدمای دورش همه بهش میگن آدم خفنی هستی، ولی خودش اینو قبول نداره. ته دلش میدونه داره تلاش میکنه ته دلش میدونه داره صدشو میذاره، ولی باز خودش قبول نداره. این داستان ته نداره. چرا باید یه وقتای پرانگیزه باشم و یه وقتای تو افسردگی خودم رو خفه کنم؟ این داستان زندگی منه، پر از ترس، نگرانی، استرس، پر از شادی، دوست داشتن و عشق. گاهی خوبم، گاهی بد. من الان ویدیومو ادیت کردم، بعد یه سبک دیگه ای دارم توی ویدیوها میارم. تا الان داشتم ویدیو ادیت میکردم از ساعت 7 صبح تا همین الان. فقط ما بینش تونستم که یه نفس بکشم. بعد کلاس هم یه ساعت دیگه شروع میشه و بعد تازه‌شم برم سر کلاس و هیچی برای درس امروز نخوندم و امیدوارم که اتفاقی نیفته.
واسه این ویدیویی که الان دارید میبینین خیلی ذوق دارم، به خاطر اینکه یه چیزی توش تغییر دادم و خیلی براش ذوق دارم، چون یکی اینکه این سبک ویدیو رو خیلی دوست دارم، این سبک ادیتو خیلی دوست دارم، برای همین توش تغییر ایجاد کردم. در کل زندگی داره میچرخه، هیچی نیست قبل نباشه، زندگی داره میچرخه، زندگی بزرگسالی. این منم که هیچ وقت باور نداشته به خودش، این که همیشه یک ماه خوبه یک ماه بد. این داستان یه روزی تموم میشه، سختی ها تموم میشه تمامش کرد، ولی این داستان زندگی توه و ته نداره. من دانشگاه بودم تا الان، برگشتم خونه. الان شکمم داره روده هامو میخوره، خیلی گشنمه، یعنی الان هرچی بذاری جلوم میخورم از گشنگی. تنها چیزی که دارم غذای 3 روز پیشمه، امروز برای 3 روز دیگه هم غذا درست کنم. این زندگی بزرگسالی خیلی داره خوش میگذره، ولی نمیتونم دیگه، چون برو دانشگاه، بیا خونه درس بخون، غذا درست کن، خونه رو تمیز کن، حواست باشه، برو بیرون خرید کن، کار پیدا کن. و حالا فکر کن من الان هنوز کار پیدا نکردم، فکر کن تایمی که کار پیدا میکنم من دیگه از دست میرم. یه دونه سیب زمینی گیر کرده، من حتی یه دونه برنجم نمیذارم بمونه، چون الان میفهمم که مامانم چی میگفت به من، که غذاتو تا ته بخور، حیفه. الان قدر اون غذاهای خوشمزه مامان رو میدونم. اینی هم که الان گذاشتم گرم شه، چون از اونجا که فر ندارم با گاز میذارم گرم شه. مامانم میگه همیشه ظرفا رو میخوری، ظرفتو آب بریز، نمیشوری اوکی، ظرفتو آب بریز بذار روی سینک. الان میفهمم برای چی میگه ظرفتو آب بریز بعد بذار روی سینک. 5 دقیقه هم صحبت میکنم. این گرم شه دوستان عزیز، خودم رو از دست دادم.